28مین روز از چالش 30 روزه گیلان و غذاهاش میخوام یه غذای مجلسی خیلی خوشمزه بهتون یاد بدم، یعنی مرغ ترش گیلانی که از غرب گیلان تا شرق گیلان یا حتی مازندران به روش‌های مختلفی درست میشه. ولی ما امروز میخوایم یه روش غرب گیلانی رو با هم درست کنیم، یعنی روشی که من میگم فوق‌العاده است. حتما با من همراه باشین و این مرغ ترش رو یاد بگیرین، عاشقش میشین. اگه آماده این که برو بریم. اولین مرحله برای درست کردن مرغ ترش گیلانی اینه که تیکه های مرغمون رو با نمک و فلفل سیاه و زردچوبه قشنگ ماساژ بدیم و یه نیم ساعت 40 دقیقه هم اگه صبر کنین خیلی بهتره که این ادویه ها به خورد مرغ بره. حالا باید دور تا دور مرغ‌هایی که مزه‌دار کردین رو توی روغن داغ سرخ کنین. وقتی مرغا رو سرخ کردین، لپه‌هایی رو که از شب قبل خیس کردین کنارش یه تفتی بدین. لپه‌ها که یه تفتی خوردن و خیالمون راحت شد که حین پخت له نمیشن، یه قاشق سرپر پیازداغ بهش اضافه میکنیم. بعد از ریختن پیازداغ نوبت اضافه کردن سبزی مرغ ترش گیلانیه. مقدار و نسبت دقیق سبزی ها رو تو کپشن براتون نوشتم: جعفری و گشنیز و تره و خالواش و چوچاق و نعنا، که البته مقدار دقیقش رو حتما تو کپشن بخونید. بعد از اضافه کردن سبزی مرغ ترش باید 2 لیوان آب جوش بریزین روش و بذارید نیم ساعت بپزه. بعد بعد از نیم ساعت یه قاشق رب آلوچه میریزین توش و آب قوره هم که اضافه کردین نیم ساعت دیگه هم به مرغ ترش فرصت میدین تا قشنگ جا بیفته. بعد از اینکه خورشتتون 1 ساعت پر خورد، در آخر 2 تا تخم مرغ هم بشکنین توش و با بستن تخم مرغ ها مرغ ترش گیلانی حاضره. به به به. جاتون خالی، واقعا خوشمزه است. به نظرم حتی از انار بیج هم خوشمزه تر شده. جاتون خالیه واقعا.